چطورین؟ آقا امروز داریم میریم ترد بیچ. اینجا تو ونکوور هر هفته سه شنبه ها عصر، فکر میکنم ساعت 6-7 یه عده میان. دقیقا خودم هم نمیدونم چیه، یه رقص و موزیک سیاه‌پوستاست. میان تبل و یه سری چیزی عجیب میارن میزنن، مردم هم میان اونجا میرقصن کنار بیچ. خیلی حال و هواش باحاله دیگه. حالا داریم امروز میریم اونجا، براتون کلی فیلمای بال میگیرم. خیلی وقتی پیغامی ندادی واسه من، تو میای تموم میشه هرچی غمه. رسیدیم. یه صداهایی از اون ته داره میاد. اول فکر کردیم خبری نیست، ولی الان داریم میریم جلوتر ببینیم چه خبره. خوب شد هودی رو بردم، کنار دریا باد میاد، واقعا سرد شد. کشور به معنای واقعی آزاد، یعنی نه کسی کاری به کار کسی داره، نه کسی میگه چرا چی، هر کی تو حال خودشه. این وسط آدمای عجیب غریب پیدا میشن، هر کی یه مدل خاص و عجیب غریبی لباس پوشیده و میرقصه، هر کی واسه خودش توی فازیه، هیچ کس هم نه قضاوت میکنه نه چیزی. باله. در کل که جالب بود. بعد خدا من تو رو
هستم